جشن نوروز در شاهنامه فردوسی. فردوسی بزرگ در شاهنامه خود که 30 سال برای آن زحمت کشیده است، درباره نوروز و شکوه با عظمت آن خیلی خوب گفته است. او نوروز را به دوره شاه جمشید نسبت داده، درباره به تخت نشستن و جشن نوروز خوب بیان کرده است. فردوسی نوروز را عدالت، صلح، وحدت و احیای طبیعت گفته است. فردوسی می گوید وقتی که شاه جمشید به سر قدرت آمد، ظلم را از بین برد، عدالت را برقرار کرد که آن روز نو بود. نوروز را فردوسی پیام شادباشی، برابری اجتماعی و عدالت می حسابد.